سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت‌وپزهای خانگی. ما امروز همراه یک نوع تارت تیار میکنیم با راه بینید آسان. بسیاری زنهای ما خواهش کردند که تارت ورقی آسانی کم خرج تیار کنید. از سبب که فرزندای معده دارند سیرکار، برای همین خواستم با آرد تیار با راه آسان طرز تیار کنیش نشان دهم. من این گونه مغازه ها و آرد تیار میفروشد. تارت برای تارت این نمود کیکسش هم هست، نرخ 69 روبی. همین آرد تیار این با فقط 100 گرم مثلا 200 میلی لیتر شیر یا آب گرم لازم. من کریمش هم زبرنه کریم، این هم همین فیرما. این با فقط آب جوش یا که شیر همراه کرده بالا گازما میپزیم. این با همه چی همراه کرده، شکر، تخم خشک، ونیلین، همش تیار. حاضر اول کریمش تیار میکنیم. نرخ این کریمش 40 روبل، هر دوش 110 روبل شود. خیلی با مسئله و هاشکی 150 روبل به میگرده دکت تارتی ما. من تارتی ما شکلاردی بودم به ما سفیدش تیار میکنیم. اینا سفیدش هم هست، من شکلاردیش هم گرفتگی. حاضر من این کریمی سفیدش تیار میکنیم. کاسترول گرفتیم. من آب جوشه همراه کرده. Benchiki hamisha xushroq mehtam kunim. Mana bola gazda mondam kremamoya. Mana hozir oyista saxt میشه. Mana kremim alakay saxt shud. Mana kremamo tayyor, ako ta xunuk shudanash khamirash tayyor mikunim. Bolashu boshda nigom darim joy xunuk ba. Mana ordama میگیریم کاسه. تارت طرز کیکس تیار کنیشم کانال با هست. من مسئله آب کرم. مسئله من آب همراه کرم. همیشه من خمیری ما هم تیار شد. چه شد؟ من کمتر آبمو اضافه ماند. 150 میلی لیتر آب میخورده است. 1 استکان ویستگی. خیلی من هم باره اول تیار میکنم دوستی. من بزبالها تقسیم میکنیم. میتونید چند سانتیمتر تیار کنید. یک تا زبالتان 18 می 16 می 20 می 22 می. نه زیر تقسیم میکنید. چند دانه میشه؟ 6 دانه میکنیم. من همیشه رو زباله میگیریم. من 6 دانه زباله گرفتم. هر یک زباله های تونو میکنیم با یه پرگامنت بوماغ به می کاورید به رو تونو میکنیم. من تونو کرم. من برای тарелка کی شو گردش میبریم. برای کلوله شود. ما ویلکزده 200 درجه پخته میگیریم. من 6 دانه کاجو پخته گرفتیم. من چقدر تیار شد. نه قدر سخت. نه کو کریمو میبینیم چقدر تیار شده است. من کریمو چقدر تیار شده است. من سخت شده است. کمتر من کریمی سکوشون کم را میکنیم. میتونید گرم و گرم مسله هم همراه کنید. من خو خباتی می تافتمایا من میچینیم. کمتر کریم میکنیم تکش به.
شروع کریم میکنیم 6 قبطه. من 6 قبطه کریم کردم و کاسوی ستروشکی رنگ میپاشیم و با خواهش خودتان آرا کدام میشه ترست داره خیلی آرام میتونم. Girdashdan kantar می‌جوشیم. من مابینش به kantar شکلاتم کردم و با مدتی 3-4 ساعت به یخچال میگذاریم بعد درونش ریز کنیم ببینیم چقدر تیار شده است. من چگونه می‌بینید تارتی ما هم تیار شد. دم گرفت و درونش ریز کنیم ببینیم چقدر تیار شده است. من بریدنش ملایم است. قبطشم ببینیم چقدر تیار شده است. من قبطاشم شروع آمده است. چقدر قبطاش آمده است. من ریزه کنشم ملایمه جای بود. من کریماش چقدر جای بود. شما هم همین آردی تیار و کریمی تیار گرفته حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. من تارتی کلانی ما 150 روبل بغلطید. من برای دسترخوان است. من کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتچی کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.